دوستان بریم با هم یه غذای ساده و خوشمزه درست کنیم. سیب زمینی ها رو نگینی خرد میکنیم، تو روغن سرخ میکنیم. سیب زمینی هامون که طلایی شد و سرخ شد توی یه ظرفی میریزیم. کره رو تو تاوه میریزیم. سینه های مرغ خرد شده رو بهش اضافه میکنیم. شروع به تفت دادن میکنیم. 2 تا حبه سیر رنده شده رو همراه با نمک و فلفل اضافه میکنیم. به تفت دادنمون ادامه میدیم. فلفل دلمه خرد شده رو میریزیم. بعد کمی تفت دادن مواد رو روی سیب زمینی هامون میریزیم. برای تهیه سس سفیدمون هم 2 تا قاشق آرد رو با کمی نمک و فلفل به همراه 1 لیوان شیر خوب مخلوط میکنیم تا آردمون گوله گوله نشه و یه دست بشه. بعد شعله رو روشن میکنیم تا سسمون غلیظ بشه. وقتی یکم سس غلیظ شد مقداری کره رو بهش اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم تا یه دست بشه. سسمون که غلیظ‌تر میشه از روی شعله برش میداریم. سس رو به ترکیب سیب زمینی و مرغ اضافه میکنیم. در آخرم کمی پنیر پیتزا رو به همراه فلفل سیاه و آویشن روی موادمون میریزیم. توی فر 180 درجه به مدت 20 دقیقه میذاریم تا روی غذامون طلایی بشه. اینم از نتیجه کارمون. نوش جان.